السلام علیکم دوستان عزیز گرامی. هر ملتی می باید گذشتگان خود را بشناسد و نام بزرگ ایشان را در خاطره خود محفوظ دارد. می باید آنها را شناسد و به نسل‌های بعدی آشنا سازد، معرفی نماید. یکی از بزرگان ملت ما دوستان گرامی این امام بخاری است. امام بخاری که می توان او را قهرمان ملت، حتی قهرمان امت عنوان داد. امام بخاری که دوستان عزیز برای امت اسلام، برای مسلمانان خدمت کرده، خدمت بی‌نظیر که هیچ کسی مثل او خدمتی نکرده. از این خاطر او را امام دنیا، سید محدثان، امیر المؤمنین در حدیث، سید الحفاظ و دیگر لقب‌های پرشرفی از جانب محدثان به او داده شده. امام ذهبی دوستان عزیز، شمس الدین ذهبی که ملقب به مورخ اسلام هستند، کتابی دارن با نام سیر اعلام النبلا در 35 جلد. امام همه شخصان مشهور تا عصر خود را که امام در نیمه عصر هشتم یعنی سال 748 هجری وفات کردند، تا عصر خود یعنی 7 قرن مشاهیر اسلام را، بزرگان این امت را جمع‌آوری کرده، حالنامه آنها را در این کتاب نوشته که خیلی کتاب نفیس و معتبر است. نه فقط عالمان و محدثان و فقیهان بلکه هر کسی که مشهور است و هر کسی در مسیر تاریخ یعنی تأثیر گذاشته است ترجمه حال او را آورده و منصفانه بها داده است. یعنی از امیران و وزیران، شاعران و نویسندگان و طبیبان و فیلسوفان و البته محدثان و فقیهان. یکی را در حجم 1 صفحه معرفی میکند، یکی را در حجم 5 و یا بیشتر و این گونه. اتفاقا ترجمه حال امیر اسماعیل سامانی نیز در سیر اعلام آمده و امام ذهبی بر امیر اسماعیل سامانی خیلی وصف نیک کرده است. خلاصه یکی را در 1 صفحه، دیگری را در 10 صفحه امام ذهبی معرفی میکند و امام بخاری را، محمد ابن اسماعیل بخاری را در این کتاب امام ذهبی در 80 صفحه معرفی کرده، حالنامه او را پیشکش نموده است که یک رساله مستقل به حساب می رود در حقیقت. و امام بخاری و امام ترمذی و امام دارمی سمرقندی و غیره علمایی که در علم حدیث خدمت کردند دوستان عزیز از خراسان و ماوراء النهر واقعا افتخار ملت تاجیک و افتخار قوم های این منطقه هستند. امام بخاری را امام دنیا و فقیه دنیا و محدث دنیا میشناختند دوستان عزیز. آنگونه که امام ذهبی اینجا از حاتم ابن مالک وراق آورده، میگوید سمعت علماء مکه یقولون محمد بن اسماعیل امامنا و فقیهنا و فقیه خراسان. محمد بن اسماعیل امام ما و فقیه ما و فقیه خراسان است. یعنی امام بخاری را دوستان عزیز همه عالمان سراسر عالم اسلامی همچون امام دنیا، همچون امام محدثان عالم می شناختند. اینچنین امام ذهبی اینجا از عبدالله ابن احمد حنبل، از پسری امامی بزرگواری فقه و حدیث احمد حنبل که پسرشان عبدالله نیز محدث است، از ایشان روایت آورده که میگوید سمعت ابی یقول ما اخرجت خراسان مثل محمد ابن اسماعیل. یعنی امام احمد حنبل میگفته از خراسان مثل محمد ابن اسماعیل کسی نبر آمده. اینچنین امام ذهبی از یحیی ابن جعفر بیکندی آورده که میگفته به امام بخاری خطاب کرده، میگفته لولا انت مستطبت العیش ببخارا، اگر تو در بخارا نمی بودی من بودن در اینجا را نمیخواستم. یعنی بودنم در بخارا به خاطر تو است که از تو درس آموزم، حدیث شنوم. اینچنین از یحیی ابن جعفر امام ذهبی آورده که میگفته لو قدرت ان ازید فی عمر محمد بن اسماعیل من عمری لفعلت فإن موت يكون موت رجل واحد و موته ذهاب العلم. اگر من می توانستم که از عمرم گرفته به محمد ابن اسماعیل دهم این کار را می کردم، چون که مرگ من مرگ یک مرد عادی است، اما رفتنی محمد ابن اسماعیل ذهاب العلم، از بین رفتن علم است. امام ذهبی اینجا در مورد سفرها و رحلت‌های امام بخاری در طلب حدیث از خود امام آورده که میگفته من یاد ندارم چند مراتب به بصره در آمدم و چند مراتب به بغداد و به شام سفر کردم و به مصر و 6 سال در حجاز ماندم، کوفه در آمدم، خراسان آمدم. یعنی در آغاز این نقل میگوید کتبت من 1000 رجل، از 1000 محدث من حدیث نوشتم،
از 1000 شیخ، از 1000 استاد من درس آموختم، حدیث گرفتم. امام بخاری دوستان عزیز صحیح خود را که مقامش بعد قرآن می ایستد، صحیح ترین کتاب بعد قرآن صحیح بخاری است. از الف تا یای آن همه احادیثش صحیح است. امام بخاری خود گفتن، اینجا امام ذهبی نقل آورده، سمعت، از راوی می آورد که میگه سمعت البخاری یقول صنفت الصحیح فی 16 سنه، من کتابی صحیح هم را در 16 سال تألیف کردم، جمع آوری کردم. از تمام سراسر دنیا بهترین محدث ها و معتمدترین راویان را رفته نزدشان حدیث شنیده و آن احادیث را که در درجه بلندترین صحت و مقبولیت هستند در کتابش جای نموده و پیش از هر یک حدیث را نوشتن، آنگونه که امام ذهبی اینجا ذکر می کند، میگوید پیش از نوشت هر حدیث من غسل می گرفتم و 2 رکعت نماز می خواندم، سپس آن حدیث را در کتابم جای می دادم و می نوشتم. امام ذهبی اینجا از یکی از دوستان امام بخاری که او را سوال می کند درباره آغاز طلب کردنش و تحصیلش در راه حدیث را پرسیده. میگه قلت لأبي عبدالله کیف کان بدء امرک، آغاز کاری تو، آغاز تحصیلت، این راهی که پیمودی و این جایی که رسیدی آغازش چگونه بود؟ گفته رفیقش از امام میپرسد. امام در جواب میگه قال الهمت حفظ الحديث و انا فی الكتاب، به من الهام شد، یعنی در دلم محبت حفظ کردن حدیث پیدا شد در آن زمان که من در کتاب بودم. کتاب یعنی مدرسه های ابتدایی که کودکان را میگذاشتن تا حفظ قرآن کنند، یعنی برای حفظ قرآن و خواندن و نوشتن را آموختن مکتب ها بود. این عادت در سراسر عالم اسلام در خراسان ماوراء النهر موجود بود. دوستان عزیز که کودک همین که به عمر تمییز یعنی به هوشمندی اندکی می رسید، او را در همون خردسالی به کتاب می ماندن تا نخست حفظ قرآن کند. از این تربیه درست بود دوستان عزیز که کودک آغاز تحصیل را با حفظ قرآن شروع می کرد که ما در تاریخمان، در گذشتهمان امام بخاری داریم، امام ترمذی داریم، حافظ سعدی داریم، سینا داریم، چون که در خردی اولا حفظ قرآن میکردند، سپس هر علم دیگری را فرا میگرفتند. فقلت کم کان سنک، این رفیقش میگوید به امام بخاری گفتم عمری تو آن زمان چند بود، چند سال داشتی؟ فقال 10 سنین او اقل، 10 ساله بودم یا خردتر. یعنی امام بخاری میگه در اون سن سال محبت حدیث در دل من ایجاد شد، پیدا شد. دوستان عزیز این نکته را نباید نادیده گیریم. امام بخاری میگن در 10 سالگی محبت حفظ حدیث در دلم پیدا شد. از کجا؟ از کجا در دل این کودک محبت حفظ حدیث پیدا می شود؟ نباید فراموش کنیم دوستان عزیز که بخارای ما قلعه علم بود، مرکز از مرکزهای علم و حدیث و فقه و تفسیر بود. این کودک 9 ساله و یا 10 ساله که آینده نامش امام بخاری می شود دوستان عزیز، در جامعه زندگی می کند که در آن جامعه حلقه های تحصیل علم شرعی هست. در آن جامعه بینید که همسایه ها، از او بزرگترها، جوانان به طلب حدیث مشغولند. ببینید که حلقه های حدیث است، حلقه های درس فقه هست، درس قرآن است. در دل کودک محبت پیدا می شود که حدیث های پیامبر صلی الله علیه وسلم را حفظ کند. در ادامه امام بخاری میگه ثم خرجت من الكتاب بعد العشر فجعلت اختلف الى الداخلی و غیره، سپس از مدرسه برآمدم و نزد استادم داخلی و دیگرها میرفتگی شدم و به جمع‌آوری حدیث مشغول شدم. یعنی دوستان عزیز این گونه بزرگان داریم که این گونه به این شکل به وای رسیدن و این گونه جامعه های داشتیم که چنین فرزندانی بزرگواری برای امت اسلام تقدیم کردند که تا امروز و تا قیامت انشاءالله این شخص افتخار همه مسلمانان است. به امید آشنایی بیشتر با بزرگان ملت تاجیک، با بزرگان امت اسلام در حفظ و امان خداوند باشید.